5 IPO برتر سال 2023. سرمایه گذاری در IPO شرکت های بزرگ بین المللی اکنون در اختیار تریدرهای خصوصی است. میتونید از ترمینال های آشنا مثل متا تریدر استفاده کنید تا در کمپانی های شناخته شده در بورس سرمایه گذاری کنید. IPO یا همون عرضه اولیه سهام فرآیند فروش سهام شرکت ها به تعداد نامحدودی از افراد در بازار بورس است. این برای شرکت ها مفید است. آنها سرمایه گذاری را با فروش سهام افزایش می دهند. IPO برای سرمایه گذاران هم مفید است. در روز اول سرمایه گذاری قیمت سهام های خریداری شده می تواند 10 ها و یا حتی 100% افزایش داشته باشد. چند مثال: بیاند میت بیش از 163% سود در اولین روز معاملات. Airbnb 112% سود در اولین روز معاملات. CureVac 249% سود فقط در یک روز. اینها فقط چند IPO موفق هستند که میتونن برای مدت طولانی ادامه داشته باشن. بایتدنس تیک تاک با 1 میلیارد کاربر در 150 کشور یکی از محبوب ترین شبکه‌های اجتماعی است. بایتدنس هم توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده. در دوره‌های تأمین مالی این شرکت توانست 9.4 میلیارد دلار جذب کند. در یک سال گذشته ارزش این شرکت از 300 میلیارد دلار عبور کرد. پس این IPO میتونه یکی از بزرگترین IPO های تاریخ باشه. وینفست در سالهای اخیر شرکت‌های خودروهای الکتریکی عملکرد خوبی در بازار بورس داشتند. تعداد آنها به زودی توسط وینفست تکمیل خواهد شد. کمپانی کره‌ای در زمینه ساخت خودروهای برقی، اتوبوس‌های برقی و باتری. به گفته مدیرعامل این شرکت لوسی توتی، وینفست انتظار سرمایه‌گذاری 60 میلیارد دلاری دارد. در حال حاضر این شرکت بیش از 100,000 خودرو در سال تولید می‌کند و قصد دارد این رقم را تا سال 2024 1.5 برابر افزایش دهد. Impossible Foods IPO بیاند میت در روز اول بیش از 160% سود به همراه داشت. Impossible Foods یک تولید کننده دیگر معروف جایگزین‌های گوشتی است. در دوره‌های تأمین مالی این شرکت سرمایه‌گذاران بزرگی شرکت کردند، از جمله بیل گیتس، جیزی، سرنا ویلیامز و کیتی پری. ردیت یک شبکه اجتماعی معروف دیگر که در حال آماده سازی IPO خود است. کمپانی اسناد خود را در پایان سال 2021 به SEC اعلام کرد، اما تاریخ دقیق آن را هنوز مشخص نکرده است. نمایندگان ردیت البته این را اعلام کردند که منتظر مناسب ترین شرایط بازارند. چندین منبع تایید می‌کنند که جذب سرمایه احتمالاً در نیمه دوم سال 2023 انجام شود. این شرکت اکنون ارزش 10 میلیارد دلاری داره و بسیاری از تحلیلگران میگن که IPO میتونه ارزش این شرکت رو به 15 میلیارد دلار برسونه. استرایپ یکی از مورد انتظار ترین IPO های سالهای اخیر. استرایپ اکنون بیش از 100 میلیارد دلار ارزش داره و IPO اون قطعاً در لیست بزرگترین شرکت ها خواهد بود. کمپانی در سالهای کووید رشد زیادی داشت و درآمد سالانه کمپانی اکنون بیش از 12 میلیارد دلار است. به گفته بسیاری از رسانه‌های معتبر، به ویژه The Information، به کارمندان استرایپ گفته شده است که قبل از پایان سال 2023 سهام این شرکت عمومی خواهد شد. اینها فقط 5 تا از شرکت‌های جالب هستند که قصد دارند در سال 2023 وارد IPO شوند. این لیست با نام‌های بزرگی مانند دیسکورد، کلارنا، شایم، بوستون داینامیکس، استارلینک، دیتابریکس و بسیاری دیگر ادامه دارد. تریدرها همکنون میتونن از ترمینال‌های آشنا برای سرمایه‌گذاری در IPO ها استفاده کنند. در حال حاضر میتونید به پلتفرم‌های معاملاتی بروید و شرکت‌هایی رو که میتونید در IPO آنها سرمایه‌گذاری کنید رو مشاهده کنید. کمپانی‌ها رو انتخاب کنید که بهشون اعتقاد دارید و در اولین IPO خود سرمایه‌گذاری کنید.